چون تنها جایی که نزدیکمون بوده اینجا بوده، انتخاب دیگه‌ای هم نداریم. اولین بلیطی که میتونستیم بگیریم فیلم غریزه ساعت 6:15 بود. بریم ببینیم چجوریه، خوبه یا نه. البته هنوز یه 10 دقیقه رو میمونده. از سلیقش یه مش بیسکویت و کیک گرفته، ساندیس گرفته که یه دست این دیوونه میشم خدا میدونه. ویوسی خب اینجا یه تولد بود، ما گلمون رو دادیم بهشون که عکس بگیرن. تو هم برو به کیکمون بگی. برو بپز این بچه که جلو دسته برو گرد. تو هم برو به کیکمون بگی. غازی بدی بیا. آره زودی. شاید باورتون نشه وسط فیلم بلند شدیم اومدیم یه فیلم دیگه، چون میخواستن جابجا در سینماهای سراسر کشور اومدیم فیلم کچ بیله رو ببینیم. دیدین تو